دوستان ارجمند، عین حال ما در نزدی بازار فراوان شهر باختر قرار داریم. ساعت 22:52 است. ما شاهد آن هستیم که در این بازار سوختاری کلان روی داده است. ماشین های آتش نشانی آمده و مشغول کار هستند، اما شهروندان زیادی را هم در اطراف بازار میبینیم که بسیار خطرناک میباشد، چون که در داخل بازار دکان های آشخانه ها هم هستند. احتمال آنها از بالون های گازی هم استفاده میکنند در تهیه غذا و احتمال ترکش های مثلا همین بالون های گازی هست. از این نقطه نظر از شهروندان دعوت میکنیم که نزدیک نشوند و خلال نرسانند تا که آتش نشان ها کاری خودشان را درست انجام دهند. علنگه آتش بسیار بلند به نظر می رسد. خدا کند که هرچی زودتر آتش نشان ها موفق شوند به خاموش کردن علنگه آتش.